سلام، شیرینی سپهسالاری میخوایم با هم دیگه درست کنیم. اول از همه نیاز داریم به روغن صاف قنادی. اونو میریزیم داخل یک کاسه بزرگ و با همزن تا وقتی که رنگش روشن بشه و یکم پفدار بشه هم میزنیم. یک دیسک حتما داشته باشین تا هر وقت یه مواد یا روغن به اطراف ظرف پاشیده شدن اونا رو جمع کنین. حالا نوبت اضافه کردن 1 دونه زرده تخم مرغ. اونو به روغن همزده اضافه میکنم و خوب با هم دیگه مخلوطشون میکنم. من همیشه اول مواد محلول یا مایم رو با هم دیگه قاطی میکنم، بعدش مواد خشکو. اینجا دیگه نوبت ماسته. ماست رو میریزم مخلوط میکنم، بعد هم پودر قند رو حتما با الک به بقیه مواد اضافه میکنم. ماستی هم که داخل شیرینی یا کیکام میریزم سعی میکنم که پرچرب باشه، چون اگه ماستتون کم چرب باشه آرد بیشتری میبره و شیرینی یا کیکتون رو از اون لطافتی که ما میخوایم در میاره. برای طعم دهنده این شیرینی هم میتونین از زنجبیل، دارچین، هل و زعفرون استفاده کنین که من اینجا هل و زعفرون رو با هم دیگه دم کردم و به اندازه 1 قاشق غذاخوری به موادم اضافه میکنم. و در آخر هم آرد رو در طی 3-4 مرحله کم کم به موادتون اضافه کنین و با هم دیگه مخلوطشون کنین. خمیر تمام شیرینی ها هم باید لطافت خاص خودشو داشته باشه، هم انسجام. برای این کار ما کم کم آرد رو اضافه میکنیم تا یه وقت آردمون کم و زیاد نشه. در آخر هم نباید خمیر به دستمون بچسبه و با سر انگشتانمون اونو ورز میدیم. نباید هیچ وقت مثل نون ورز دادن اونو با مشت ورز بدیم، چون میخوایم که لطافت شیرینیمون حفظ بشه. پس همیشه با سر انگشتان شیرینی رو ورز میدیم. برای فرم دادن به این شیرینی هم میتونین از مهر استفاده کنین، هم از قالب‌های دستی که من از قالب دستی استفاده کردم. من تزیین نکردم، ولی خب شما با پودر هل، تخم خرفه، سیاه دونه یا هر چیز دیگه که تو خونه داشتین میتونین روش رو تزیین کنین. سعی کنین تمام شیرینی‌ها رو یک اندازه در بیارین. حدود 10 الی 15 گرم که باشه خیلی خوب میشه. و این کار به خاطر اینه که هم ظاهر شیرینیاتون مثل هم باشه، هم در فرد همه یک نواخت پخته بشن. برای پخت تمام شیرینی ها اول گریل پایین فرتون رو روشن کنید و وقتی که از زیر شیرینی طلایی شد و رنگ عوض کرد گریل بالا رو روشن میکنید. این هم از شیرینی من. شما هم درست کنید و لذت ببرین.